سلام خدمت همه دوستای عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. یکی از چالش هایی که اکثر ادمین ها توی شبکه های جیپان، به خصوص شبکه های جیپانی که از برند هواوی توی تجهیزاتشون استفاده کردن مواجه هستن، کانفیگ کردن مودم یا همون ONT هست. به این صورت که اگر ما بخوایم سرویس های مختلفی رو بر روی بستر فیبر نوری یا همون جیپان به مشترکین تحویل بدیم، تمامی این سرویس ها رو باید در داخل مودم ها یا همون ONT ها تعریف بکنیم و مشترکین از طریق اون بتونن از سرویس هاشون استفاده بکنن. و مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد اینه که اگر تعداد این مودم ها یا ONT ها زیاد باشه، کانفیگ کردن دستی هر کدوم از این مودم ها میتونه کلی زمان بر باشه و خسته کننده بشه. امروز توی ویدیو کوتاه میخوام بهتون روشی رو یاد بدم که با استفاده از اون بتونید ONT ها رو در مرحله اول ریجیستر بکنید، در مرحله دوم سرویس پورت بزنید و در مرحله سوم به صورت ریموتی کانفیگشون بکنید. و برای اینکه من بتونم این قضیه رو انجام بدم و این رو به شما آموزش بدم، باید از نرم افزار هواوی U2000 استفاده بکنم. پس امروز میخوایم با استفاده از U2000 بریم و شروع بکنیم مودم ها رو کانفیگ کردن. همینجا میخوام چند تا تعریف رو با هم انجام بدیم. اولین تعریفی که دوستان لازم است بدونن این است که مودم ریجیستر شده یعنی چی. اگر این تصویر مودم رو ببینید که الان آنلاین هست، روی مودم شما تعداد زیادی از چراغا رو میبینید. چراغ پان رو میبینید، چراغ لوز رو میبینید، چراغ پاور رو میبینید. شاید این سه تا چراغ مهمترین چراغ های ما تو سرویس های جیپان باشه. چراغ پاور کاملا مشخصه، اما چراغ لوز به معنی اینه که فیبر نوری متصل به اون مودم متصل نیست، یا در طول مسیر یه مشکلی داره، یا در طول مسیر شکسته، یا بالاخره ارتباطش تا دستگاه مرکزی ما که اسمش OLT است برقرار نیست. پس در نتیجه اگر چراغ لوز داره چشمک قرمز میزنه، نشون دهنده اینه که فیبر نوری متصل به این دستگاه قطعه. اما از چراغ لوز اگر بگذریم و اگر ببینیم که چراغ لوزمون چشمک نمیزنه، قطعا دیگه چراغ پانمون باید یکی از این دوتا وضعیت رو داشته باشه. یا باید چشمک زن سبز باشه، حالا بعضی از مودم ها آبیه، که چشمک زدن چراغ پان به معنی اینه که مودم توسط اون پرووایدر یا توسط دستگاه OLT ما ریجیستر نشده و وقتی ریجیستر نشده هیچ سرویسی به اون تعلق نمیگیره. پس دوستان اگر من یه زمان مودم فیبر نوری یا همون ONT ها رو روشن میکنم و میبینم که چراغ لوز چشمک نمیزنه، خاموشه کلا، خب خیالم راحته که تا اون پرووایدر یا تا دستگاه مرکزیم ارتباط فیبر نوریم از جانب پسیو برقراره. اما اگر چراغ پان شروع کرد به چشمک زدن، یعنی ارتباط من تا اونجا برقرار است، اما هنوز اون پرووایدر یا دستگاه مرکزی من یا OLT من این مودم رو ریجیستر نکرده و وقتی ریجیستر نکرده هنوز من نمیتونم سرویس لازم رو بگیرم. خب اگر ریجیستر کرد به چه شکلی در میاد؟ اگر ریجیستر کرد چراغ پان شما ثابت خواهد بود. پس ما اینجا دو تا وضعیت رو چراغ پان داریم بررسی میکنیم. وضعیت اول پان چشمک زن به معنی اینه که ارتباط کاملا برقرار، مشکلی توی ارتباط نداریم، از سمت پسیو قضیه کاملا اوکیه، ولی در قسمت OLT مون یا اکتیو قضیه یا همون پرووایدر ما مودم ما هنوز ثبت نشده. ولی خیلی وقتا میاد و میبینیم مودممون چراغ سبز ثابته. این به معنی اینه که خب هم پسیو اوکیه و هم اکتیو، یعنی اون پرووایدر یا اون شرکتی قرار به شما خدمات بده یا حتی OLT شما مودم شما رو ریجیستر کرده و همه چیز اوکیه. الان چیزی که اینجا داریم میبینیم یک عدد مودمیه که چراغش چشمک زنه، یعنی اصلا تا الان ثبت نشده داخل OLT ما، در نتیجه به خاطر همین قضیه داره سبز چشمک زن عمل میکنه. خب ما به این عملیات که مودم رو به OLT معرفی میکنیم و مودم از حالت سبز چشمک زن به حالت سبز ثابت در میاد، میگیم ریجیستر کردن مودم. پس مودم رو باید ریجیستر بکنیم. چجوری مودم رو ریجیستر میکنیم؟ دو تا راهکار داره. یا باید با استفاده از دستور این کار رو انجام بدیم یا استفاده از نرم افزار U2000 که امروز من میخوام با U2000 انجامش بدم.
پس اینجا الان نشون میده که این مودم ریجیستر نیست، به تایید OLT نرسیده و به همین منظور هیچ سرویسی رو نمیشه گرفت. اما مسئله دوم، بعد از اینکه مودم به تایید OLT میرسه باید مشخص کنیم که چه سرویس هایی باید روی این مودم فعال بشه و مودم باید چه سرویس هایی رو ارائه بکنه. خب اکثر این سرویس هایی که ما داریم داخل مودممون ارائه میکنیم معمولا با یه ویلن خاصی از بالا تا پایین میاد. حالا اینو در یه جلسه مفصل تر صحبت خواهم کرد. در نتیجه الان اگر من یه سرویس خاصی رو میخوام روی این مودمی که قبلا ریجیسترش کردم فعال کنم، باید بگم که اون سرویس قابلیت فعال شدن روی این مودم رو دارد. خب ما اینجا با یه واژه‌ای آشنا میشیم به نام سرویس پورت. سرویس پورت عملا مشخص میکند که مودمی که الان به تایید OLT رسیده میتواند چه سرویس هایی را ارائه بدهد. هر سرویسی را که ما میخوایم ارائه بدهد باید براش یه سرویس پورت بنویسیم. در نتیجه اگر من روی این مودمم میخوام 4 عدد سرویس مثل IPTV، مثل اینترنت، مثل وید، مثل سرویس هوشمندسازی ساختمان رو ارائه بکنم، باید برم داخل این مودم 4 عدد سرویس پورت بنویسم. پس به ازای هر سرویسی که مودم قراره بده باید یه سرویس پورت نوشته بشه. حالا اگر من یکی از این سرویس پورت ها رو ننویسم یا جا بندازم، اون سرویس توسط این مودم ارائه نخواهد شد. پس تا الان با 2 تا واژه آشنا شدیم. ریجیستر کردن مودم به معنی اینه که مودم رو به تایید OLT میرسونیم. سرویس پورت زدن یعنی چه سرویس هایی رو این مودم قرار ارائه بکنه. درست شد؟ تا الان با این 2 مورد آشنا شدیم. ولی بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم، یعنی اومدیم مودم رو ریجیستر کردیم و سرویس پورت هم زدیم، دیگه نوبت کانفیگ مودمه. حالا این قسمت رو یا باید به مشترک بگیم خودش انجام بده یا باید ما براش انجام بدیم که یه مقدار توی مودم‌های هواوی به خاطر اینکه ساختارش متفاوته و با مودم‌های ADSL یه مقداری شاید مشترکین براشون سخت باشه کانفیگ کردن. اینجاست که من میتونم برم دستی کانفیگش کنم. یعنی میرم یه دونه کابل لن به این قسمت که پورت ها هست میزنم، وصل میکنم به کامپیوترم، آدرس آی پی مودم رو میزنم، ارتباط برقرار میشه و وصل میشم و کانکشن ها رو میسازم. همونجوری که خدمتتونم عرض کردم این کار خیلی 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 زمان بر خواهد بود. چرا؟ من اگر تعداد مشترکینم زیاد باشه که نمیتونم برم در هر خونه رو بزنم، مودم وصل کنم، بعد با کامپیوتر کانکشن بسازم، دوباره اون سرویس ها رو براشون ارائه بدم. هم زمان بره، هم خسته کننده است، هم احتمال اینکه من اشتباه بکنم وجود داره. در نتیجه می توانیم به جای روش دستی از یه قابلیتی استفاده کنیم به نام VAS Value Added Services، سرویس های ارزش افزوده، معنی فارسیش میشه این. ما با استفاده از VAS می توانیم کانکشن و تنظیمات مودم رو هر کدومشو که میخوایم انجام بدیم و از طریق نرم افزار U2000 داخل مودممون بریزیم. پس چه اتفاقی میفته؟ من مودم ها داخل واحدها نصب هست، دیگه نمیخواد برم توی خونه هر فرد و مودم رو ببینم. از همون مرکز پرووایدرم یا از همونجا که OLT وجود داره با استفاده از نرم افزار U2000 وارد اون مودمه میشم و کانفیگش میکنم. هم میتونم صفحه وبش رو ببینم، هم میتونم بهش تلنت و SSH بزنم، هم میتونم اصلا هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندم، یه سری تنظیمات رو اعمال کنم بریزم داخل مودمه. و حتی میتونم یه سری تنظیماتی رو که از داخل خود مودم هم حتی نمیشه انجام داد انجام بدم. یکی از معروف ترین اون تنظیمات پسورد عوض کردن خود این دستگاه ONTه. یعنی پسورد ONT رو اگه بخواید عوض کنید از داخل خود U2000 با استفاده از VAS میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید. اوکی؟ پس با استفاده از VAS پروفایل من میتونم خیلی از این تنظیمات رو انجام بدم. حتی میتوانم تنظیمات مربوط به وایرلس این دستگاه هم انجام بدم. خب دیگه تو VAS پروفایل من با همون پچکورد فیبری که بهش وصل کردم با همه این کارا رو انجام میدم. اما اگر VAS پروفایل U2000 نباشه باید برم کابل لن به هر کدوم از این کانکشن رو بزنم و بعد متصل بشم یا با استفاده وایرلس وصل بشم. الان مودمی که جلوی روی ما هست از وایرلس پشتیبانی نمیکنه و 4 تا پورت لن داره. من برای این گذاشتم ببینیم که میخوام ببینیم بدون کابل لن میخوام در نهایت بهش وصل بشم و کانفیگش بکنم.
و الان میبینیم که وضعیتش آن ریجیستره. پس اول از همه مودم رو ریجیستر میکنیم، قدم اول. قدم دوم سرویس پورت میزنیم و قدم سوم میخوایم یه وصف پروفایل بسازیم و با وصف پروفایل این مودممون رو کانفیگ بکنیم. بریم اینا رو با هم انجام بدیم. خب برای این کار من میخوام از نرم افزار U2000 استفاده بکنم. این نرم افزار U2000، وارد نرم افزار میشم، اینجا دارم OLT مو میبینم. خب این OLT من و مودم من به پورت شماره 0 وصل شده. رو پورت شماره 0 کلیک میکنم. دوستان ببینید ریجیستر کردن مودم، دوستانی که با کامند مودم رو ریجیستر کردن الان متوجه میشن که ریجیستر کردن مودم چقدر با نرم افزار U2000 ساده تره. دوستان اینجا رو نگاه کنید. OLT من چون یه OLT 8 پورته داره 8 تا پورت رو بهم نشون میده. من این مودم رو به پورت شماره 0 OLT وصل کردم. خب به همین پورتی که اول وجود داره. اگر قسمت unregistered ONU رو بزنم میگه یه مودمی اینجا وجود داره که مدلش هست HG8240T. پس مودم همون داره نشون میده. چه جالب. پس مودم هایی که بهش وصلن رو داره نشون میده. ولی جالب اینجاست شماره سریال رو نوشته محصول هواویه و این مودم وضعیتش آنکانفرمده، یعنی تایید نشده یا ریجیستر نشده. بله درسته. همچنان ما داریم وقتی مودم رو نگاه میکنیم اینجا وضعیتش چشمک زنه. پس این مودم رو داره OLT میبینه اما هنوز منی که ادمین شبکه هستم تاییدش نکردم. برمیگردم همونجا میخوام مودمم رو ریجیستر کنم، کلیک راست و گزینه کانفرم به معنی اینکه من این مودم رو تایید میکنم. دوستان وقتی کانفرم رو میزنم ازم یه الیاس میخواد که میتونم براش اسم بزنم که اسم این مودم مثلا چی باشه. بهتره که اسم بذارید. خودش ONT رو گذاشته، دوباره یه اسم دیگه هم گذاشته. این اسم و الیاس رو برای اینکه خودتون بعداً راحت تر بشید پر کنید بهتره. یه لاین پروفایل میخواد. حالا این بحث لاین پروفایل سرویس پروفایل اکثر دوستان بهش واقفن. دوستانی که نمیدونن باید توی ویدیو بعدی در مورد این قضیه میخوام صحبت بکنم. و خودش نوشته شماره سریال این دستگاه چیه و شماره سریالش هم آورده. پس اینجا من فقط یه لاین پروفایل یه سرویس پروفایل براش آوردم، شماره سریال دستگاه رو هم خودش آورده. اوکی. اگر بخواید میتونید بهش ONU ID بدید. هر کدوم از این ONU ها که قرار ریجیستر بشن باید یه آیدی داشته باشن. وقتی من این تیکو میزنم خودش بین 0 تا 127 یک ONU ID رو بهش چیکار میکنه؟ اختصاص میده. اوکی میکنم. اگر همه چیز اوکی باشه باید چراغ مودم من سبز ثابت شده باشه و تایید شده باشه. برگردیم اول از همه مودم رو نگاه کنیم ببینیم وضعیت مودم چطوریه. همونجور که میبینید دوستان قبلا این چراغه داشت چشمک میزد، الان تبدیل شده به یه سبز ثابت. این به معنی اینه که مودم من ریجیستر شد، به تایید OLT رسید. پس الان OLT میتونه بهش سرویس بده ولی به شرط وجود سرویس پورت. پس حواسمون باشه اگر دیدیم اینجا چراغی سبز چشمک زنه یعنی هنوز کانفرم ریجیستر نشده، سبز ثابت یعنی کلا مودم تایید اوکی ریجیستر شده و چراغ لوز یعنی که اصلا پسیو قضیه وصل نیست یا یه مشکل داره. پس من الان دوستان همچنان مودمم تو وضعیت ریجیستره و اوکیه. خب برمیگردم داخل U2000. دوستان همونجور که میبینید پورت OLT منم سبز شد و اینجا داره داخلش بهم نشون میده که یه دونه مودم داری وضعیتش نرماله و HWTC HG8240T. خب دیگه وقتی من اینجا دارم میبینم وضعیت اکتیو و آنلاین خیالم راحته که مودم من اوکیه. یعنی خیلی وقتا اگر مودم شما جلوی چشتون هم نباشه از همینجا که میبینید اکتیو و آنلاینه اوکی. خب ما 3 تا قدم باید میرفتیم. قدم اول ریجیستر کردیم. قدم دوم سرویس پورت زدن. چه سرویسی میخوایم بگیریم؟ دوستان من یه ویلن 100 دارم اینجا که حالا ویلن اینترنت همه. حالا من یه سرویس بیشتر ندارم به خاطر اینکه تو محیط لابراتوار هستم. ویلن 100 هم ویلنیه که میتونم همه سرویسایی رو روش داشته باشم. همین یه ویلن رو دارم، میخوام از همین استفاده بکنم. اگر دوستان تشریف بیارید رو قسمت سرویس پورت اینفو رو همین مودم میبینید که سرویس پورتش خالیه. این به معنی اینه که این مودم فعلا هیچ سرویسی نمیتونه بده. درسته ریجیستره ولی تا سرویس پورت نزنی که کار نمیکنه. پس من الان میخوام بهش یه سرویس پورت بدم که اجازه بدم مثلا ویلن 100 هم استفاده بکنه. کلیک راست، گزینه اد
و اینجا میخوایم سرویس پورت بزنیم. دوستانی که دارن کامندی این کار رو انجام میدن متوجه شدن که تا الان چقدر سرویس پورت زدن سخته. چرا؟ مثلا اگر یه مودمی 4 تا دوستان سرویس داره مثل آی پی تی وی و وایپ و اینترنت و سرویس هوشمند، شما باید 4 خط براش بیاید سرویس پورت تعریف کنید، یه خط هم که باید بیاید براش رجیستر انجام بدید، 5 خط برای هر مودم داخل اولتی انجام بدید. ببینید اینجا چقدر ساده انجام میشه. میگه سرویسی که میخوای بگیرید چیه؟ مثلا میگم من سرویسم آی پی تی ویه، میگه تگ ترانسفورم چیه؟ میذارم رو حالت ترانسپرنت، میگم ویلنم ویلن 100 و پایین دستم با ویلن 100 قرار خدمات بگیرم. به عبارت دیگه دوستان، اگر ویلن 100 شما ویلن آی پی تی وی تون باشه، وقتی اینجا ویلن 100 رو وارد میکنید به معنی اینه که سرویس ویلن 100 روی مودم فعال بشه. پس یعنی آی پی تی وی میاد روی مودم. ویلن 200 تون اگه ویلن اینترنتتونه باید بیاید سرویس پورت ویلن 200 بزنید و اون موقع است که دوباره ویلن اینترنتتون هم روی مودم فعال میشه. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه که خب من یه ویلن 100 دارم، سمت کاربر هم ویلن 100 کانفیگ کن، یعنی وقتی رفتی داخل مودم هم 100 بزن. حالا این بقیه گزینه ها چی ان مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. و با چه ترافیک اینا ارسال کن؟ من مثلا میگم با ترافیک تیبل شماره 6 ارسال کن. پس در نتیجه ویلن شماره 100 با این مقادیر پهنای باند که حالا تو مسیر دان استریم آپ استریم فرق میکنه ارسال بشه، که حالا بعدها در مورد این براتون صحبت خواهم کرد. فعلا داریم فقط سرویس ویلن 100 رو میسازیم. اوکی، ویلن 100 الان بر روی مودم من فعال شد. در نتیجه دوستان مودم من ریجیستره، الان ویلن 100 رو هم داره سرویس میده. خب از این لحظه به بعد ما باید وارد تنظیمات مودم بشیم و شروع کنیم مودم رو تنظیم کنیم. خب فکر کنید این قسمت رو اصلا پرووایدر انجام داده، شما از یه شرکتی رفتید خدمات گرفتین اون انجام داده، یا ادمین شبکه انجام داده. اما اگر بخواید شما به عنوان یه نقش اپراتور عمل بکنید، بعد الان برید مودم رو دونه دونه کانفیگ کنید. اما همون ادمین اگر همین نرسال یو 2000 رو در اختیار داشته باشه، به راحتی میتونه مودمای شما رو هم کانفیگ کنه. خب گفتیم برای کانفیگ کردن مودما باید از وس استفاده کنیم. Value Added Services امکان کانفیگ مودم ها رو به من میده. برای اینکه وارد وس بشیم تشریف میارید قسمت کانفیگوریشن، Access Profile Management رو انتخاب میکنید. Access Profile Management رو انتخاب میکنید. از منوی سمت چپ ONT WAS Profile رو انتخاب میکنید. میبینید دوستان WAS پروفایل اینجا میتونید تعریف بکنید. جنرال ONT WAS پروفایل رو انتخاب میکنم و همونجور که میبینید هیچ WAS پروفایلی در حال حاضر ساخته نشده. پس من هیچ جوره الان نمیتونم مودممو کانفیگ کنم. بعد اول یه وسی بسازم، وس رو بریزم داخل مودمم و بعد به مودمم متصل بشم. چجوری باید این کار رو انجام بدم؟ میام اینجا گزینه Add Service Configuration Type رو میزنم. Add Service Configuration Type رو میزنم. خب ازم میخواد که یه اسم بذاره، مثلا من اسمشو میذارم ONT-Configuration-1. خب اگر نگاه بکنید اینجا گزینه‌های خیلی مختلفی رو میبینیم. وب یوزر اینفو رو میبینیم، CLI رو میبینیم، سرویس رو میبینیم، وایس سرویس رو میبینیم، ون رو میبینیم. و من الان کاری که میخوام انجام بدم کانکشن ساختنه. در نتیجه میام تو قسمت ون دیوایس و ون کانکشن انتخاب میکنم. رو ون کانکشن کلیک راست گزینه اد آی پی کانکشن رو میزنم. این به معنی اینه که من در حال حاضر یک کانکشن آی پی میخوام بسازم. خب حالا این کانکشن آی پی من الان برای ویلن 100. میخوای آی پی تی وی بسازی، دوباره یه ون دیگه باید بسازی. میخوای اچ اس آی اینترنت بسازی، دوباره یه ون کانکشن دیگه میسازی. میخوای سرویس هوشمندسازی ساختمون داشته باشه، دوباره پس به ازای هر سرویس باید اینجا یه ون هم بسازی. ولی دوستان اینو یک بار انجام میدید و از سری بعد دیگه فقط ایمپورت میکنید داخل ONT هاتون. یعنی لازم نیست هر بار برای هر ONT این کار رو انجام بدید. یک بار باید این وس رو بسازید و هر بار که ONT جدیدی میاد بعد از رجیستر کردن این وس رو بندازید داخل اون. خب میگه این ون کانکشنی که ساختی وضعیتش چی باشه؟ میگم اینیبل باشه. میگه روتت باشه. میگم بله. میگه چه ویلنی رد بشه؟
میگم ویلن 100 رد بشه. پرایوریتیش چقدر باشه و آیا آی پیشو میخوای دستی بدی یا اتوماتیک؟ من میگم مثلا میخوام دستی بدم و میگه دی ان اسشو مثلا چقدر میخوای بدی؟ میگم دی ان اسشو مثلا بذار 8. اینا رو بعدا میریم با هم میبینیم که باید این دی ان اس حالا روش ست شده باشه. پس من الان یه کانکشن روتت ساختم برای ویلن 100 و آی پیشو قرار دستی بدم. خب میام تو لند دیوایس، اینجا هم نگاه میکنم. اگر اینجا رو ببینید دوستان، توی لند دیوایس هم شما میبینید که اینجا وایرلس و تنظیمات وایرلستون هم دارید، یعنی حتی اگه خواستید میتونید خیلی از تنظیمات وایرلستون هم اینجا انجام بدید. پس حواستون به این قضیه باشه. من اینجا خیلی از تنظیمات رو میتونم انجام بدم. خب شاید بگید که آقا تنظیماتی که داخل خود مودمه خیلی بیشتر از ایناست و الان اینجا آدرسایی که دارید نشون میدید خیلی کمتره. خب باید یه مقدار صبر بکنیم تا تنظیمات بیشتر رو هم ببینیم. من نکست رو میزنم و دوباره اد رو اینجا میزنم. یه قسمتی از تنظیمات وصل دوستان اینجا قرار گرفته که اینجا تنظیمات اون خیلی گسترده تر از حالت قبله و این دوتا تنظیمات وصل به هم دیگه متصلن. یعنی اول باید بگید چه کانکشن هایی، حالا بقیه دیتیلش رو اینجا باید انجام بدیم. خب اگر خاطرتون باشه من اونجا یه ون کانکشن ساخته بودم. اون ون کانکشنی که ساخته بودم اینجا دارم تنظیماتش رو میبینم. این همون ون کانکشن منه. یادتونه ویلن 100 بود، روتت بود، وضعیتش اینیبل بود. میگه براش یه اسم بذار، اسمشو میذارم اینترنت کانکشن 1. اسمشو گذاشتم، یعنی اینو باید تو مودم ببینم. اینیبل باشه، روتت باشه، ویلن 100 رو رد کنه. دی ان اس سرورش رو یادتونه دیگه قسمت قبلی ما فعال کرده بودیم 8888 باشه و سرویسی که میخوام روش ارائه کنم سرویس اینترنت مثلا. خب پس سرویس اینترنت رو این روتت میخوام انجام بدم. آدرس آی پیشو باید به صورت استاتیکی بدم. ویلنی هم که ازش میخوام رد کنم ویلن 100. و جالب اینجاست اگر تشریف بیارید اینجا تو قسمت لن اترنت، اینجا اون 4 تا پورت مودم رو هم میبینید. اگه دقت بکنید اینجا مودم رو 4 تا پورت لن داشت دیگه. این 4 تا پورت لن رو داره بهم نشون میده. برگردم وقتی لایر 2 با لایر 3 فرق میکنه. من همه اینا رو میذارم تو لایر 3. حالا لایر 2 و لایر 3 چه فرقی داره؟ توی اینیبل و دیزیبل کردن اینترفیساشه. یعنی دوستان حتما اینا رو باید رو لایر 3 قرار بدیم تا این 4 تا پورت فعال بشن. خب من اومدم کانکشنمو ساختم، 4 تا پورت مودممو فعال کردم. دوستانی که مودمو کانفیگ کردن میدونم بار اول که وصل میشه من برن 4 تا تیک فعال سازی این 4 تا اینترفیس رو بزنم، ولی من همینجا دارم با وصل این کار رو انجام میدم. کافی از لایر 2 به لایر 3 تبدیلش بکنم. مرحله آخر مرحله اینه که وارد سکیوریتی میشیم، ACL سرویس و اینجا HTTP WAN رو اینیبل میکنیم. HTTP WAN رو اینیبل میکنیم. ببین سرویس هایی که وجود داره چیه؟ میتونم تلنت رو فعال کنم، میتونم FTP رو فعال کنم. بهتره به خاطر مسائل امنیتی اینا دیزیبل باشه. و دوستان این رو برای چی فعال کردم؟ که اگر یه زمانی کارامو رفتم جلو و دیدم جواب نمیگیرم بتونم با HTTP هم به مودم وصل بشم. در حالت عادی به خاطر مسائل امنیتی ما این اصلا فعال نمی‌کنیم، ولی الان چون محیط لابراتوریه و قصدمون آموزشه من فعال می‌کنم که شما ببینید من در همین صفحه میتوانم محیط HTTP مودم رو هم ببینم. ولی اگر این رو دیزیبل کنید، خب همین که وصل پروفایل رو میزنید داخل مودم بدون اینکه اصلا وارد صفحه HTTP بشید تمام این تنظیمات داخل مودم قرار گرفته. ولی من فعلا اینیبلش میکنم که با هم تستامون رو بگیریم. خب خیلی چیزای دیگه هم اینجا هست که فعلا من باشون کاری ندارم، اوکی میکنم و فینیش. همونجوری که دیدید یه وصل پروفایلی به نام ONT کانفیگوریشن 1 ساخته شد. حالا ONT کانفیگوریشن 1 رو به هر مودمی که بدم باید توش یه دونه کانکشن به نام اینترنت کانکشن 1 بسازه، روش ویلن 100 باشه، 4 تا تیکش هم باید فعال شده باشه و من باید بتونم اینو ببینم. خب دوستان وصل ساختن به تنهایی کافی نیست. باید وصل رو بایند کنید یا بریزید در داخل ONTتون. حالا من چجوری باید اینو بریزم؟ این الان ONT منه که ریجیستر کردم. کلیک راست، گزینه Value Added Services، Bind General وصل پروفایل.
bind general وصل پروفایل. خب دوستان ما یه دونه وصل پروفایل ساختیم، پس الان یعنی باید اون وصل پروفایل ما رو نشون بده. اون نشون میده که یه ONT کانفیگوریشن 1 داشتی، خب که حالا این پایین هم داره بهت نشون میده که برای چه ورژنایی داره کار میکنه و برای وندور هواوی داره کار میکنه و اوکی. وقتی اوکی میکنم میگه مطمئنی؟ میگم مطمئنم. و عملا الان دوستان این وصل ایمپورت شد داخل مودم من و الان مودم من این تنظیمات رو داره. خب از کجا مطمئن شم که الان مودم من این تنظیمات رو داره و باید ببینمش؟ خب برمیگردیم دوباره همینجا کلیک راست، من باید به مودمم IP بدم. Value Added Services رو انتخاب میکنم، اینجا نوشته Configure Value Added Services، من کانفیگور رو میزنم. میبینید کانکشن روت استاتیک ویلن 100 آدرس IP میدم بهش مثلا 968 1 مثلا 123 رو بهش میدم. گتویش هم میذارم OLT 1 2. درست شد؟ پس میگم رو اون کانکشنی که مربوط به ویلن 100 این تنظیمات رو انجام بده. اوکی اوکی. دوستان الان مودم من باید با آدرس 192.168.1.123 اینجا باز بشه و اگر باز شد من تنظیمات ویلن 100 رو داخلش ببینم. 192.168.1.123 رو میزنیم و میبینیم که بدون اینکه من کابل لن داشته باشم به مودمم وصل شدم. دوستان برگردیم اینجا نگاه کنید، کابل لنی وصل نیست. این دستگاه با وایرلس هم کار نمیکنه که من وایرلسی وصل شده باشم، یعنی با استفاده از همون پچ کورد فیبر نوری من دارم محیطش رو میبینم. یوزر پسش هست تلکام ادمین و ادمین تلکام، وارد میشم میام تو قسمت ون، باید کانکشن ساخته شده باشه، اسمش هم اینترنت کانکشن 1 باشه. اینترنت کانکشن 1 ساخته شده برای ویلن 100 از نوع روتد ویلن 100 4 تا تیک ما خورده و به صورت استاتیکی آدرس 192.168.1.2 و 1.2 DNS که بهش داده بودم اوکی شده. و اگر بیایم تو منوی استاتوس، تب استاتوس ون اینفورمیشن رو هم نگاه بکنیم، وضعیتمون کانکتده. به همین راحتی شما میتونید مودم های خیلی زیادی رو کانفیگ کنید. کافی یه بار وصل بسازید و دیگه از این لحظه بعد وصل رو می‌ریزید داخل مودم ها یا بایند میکنید و بعدش شروع میکنید به تنظیمات IP. خب حالا اگه یه زمان خواستم این وصل رو حذف کنم آیا میشه؟ بله، کافیه کلیک راست، گزینه Value Added Services و Delete Value Added Services رو انتخاب میکنید. Yes، وصل رو برامون حذف میکنه و به این شکل وصل هم از مودم پاک میشه. معمولا پاک شدنش 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه ولی در نهایت پاک میشه. و یه نکته معمولا دوستان موقعی که در مورد وصل صحبت میکنن ازم میپرسن اینه که آقا اگر ما سرویس های مختلفی توی ساختمون داشتیم اون موقع چی؟ مثلا طبقه اولمون IPTV داره، طبقه دوم و سوم فقط اینترنت و وایپ دارن، طبقه اول هم IPTV هم اینترنت هم وایپ داره. اینجور مواقع دوستان ما 3 تا باید وصل بسازیم. یه وصلی میسازیم که کانکشن IPTV و اینترنت و وایپ داره، یه وصلی هم میسازیم که کانکشن اینترنت و وایپ داره. به مودم های طبقه اول وصلی میدیم که IPTV و اینترنت و وایپ رو ساپورت میکنه، به طبقه دوم و سوم وصلی رو میدیم که صرفاً اینترنت و تلفن رو ساپورت میکنه. به همین راحتی شما میتونید چندین نوع وصل مختلف بسازید بسته به نیازتون به مودماتون بایند بکنید. خب این آموزش امروز هم تموم شد، امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.